راز فضا این موجود که میبینید 10,000 پاست، حالا 60,000 بودن گذاشته. اینا دو ترکه میزنن، یکی بالا یکی جر. ببینید یکی رو میلکد، اون یکی رو میبرد. عجب سواری میکند. آسا بگین که کدوم نرسلک کدوم ماسلک. خیلی درد داری پیچ پیچک میخوری؟ اون بیناموس ول نمیکنه، فقط جور داره سواری میخوره. در ماه‌های گذشته موج بزرگی از تقاضای ویزای کانادا توسط ایرانی‌ها منتهی به نتیجه منفی شده. اگر شما هم به هر دلیلی ویزاتون رد شده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از اقدام مجدد یا ناامیدی از یک سازمان معتبر مشاوره بگیرید. آقا ایست بازرسی، ایست. اگر ایرادهای پرونده‌تون قابل رفع باشه، ما میتونیم به شما کمک بکنیم تا دوباره با پرونده قوی‌تر اقدام کنید. یا در صورتی که پرونده شما خوب باشه و به دلایل نامنصفانه یا ناعادلانه ریجکت شده باشه، میتونید پرونده شما رو به دادگاه عالی کانادا ببرید و برای دریافت ویزاتون تلاش بکنید. با WIG هر جای جهان جای شماست. خیلی درد داری پیچ پیچ میخوری؟ مسافرش بیاده کرد. به سلامت.